امروز من به شما درباره چگونه رجیستراسی کردن چیکار نشون میدم. میداریم چیکار رجیستراسی واسه نمبر سیل اگر دا کنیم با چیکار ما هیچ کس زنگ زدن نمیتوند. بهترش نیت یعنی نام در اول نام رو مینویسیم، ایمیا فامیلیا، بعد نسب، بعد از اون پاسپورت رو انتخاب میکنیم. اگر ما ونوترین رو انتخاب کنیم دو رسم باید گذاریم. بهترش ما زگرم پاسپورت رو انتخاب میکنیم. در اینجا سری پاسپورت رو مینویسیم. من سری پاسپورت رو پورا نمی نویسم ولی شما حتما پورا نویسید. پاسپورت بعد از اون روزی تولد، یعنی روزی تولد رو باید با پاسپورت موافقت کند. حتما از روی پاسپورت نویسید. در اینجا نمره رسیه رو می نویسیم با پلوس هاف. بعد از این ایمیل، کسانی که ایمیل رو نمیدونند بهترش با پلی مارکت تلفن دارند، در اونجا اکاونت است، از روی همون نویسند. در وقتی رسم گرفتن پاسپورت بسیار با دقت باشید. اگر پاسپورت صورتش خیره باید رقم‌های شما رو محکم میکنند. برای همین بسیار با دقت باشید هنگام رسم گرفتن. بهترش یک کاغذ سفید رو میگیریم، در بالایش پاسپورت رو میگذاریم تا که روشن باشد. و یک چیز اساسی باید 4 گوشه ورق سفید در رسم نمایان باشد. پاسپورت باید روشن گرفته شود. رسم رو میگیریم. بعد از اون یعنی از سگلسین سوسلاوی میگذاریم. SMS رو زیر میکنیم. با ما پرول میاد، برقم ما پرول میاد. همون پرول رو می نویسیم، پاتوردید میکنیم. با رقم رسیه پرول لوگین با SMS می بیاید.